بچه‌ها، امروز اومدم براتون از وسایلی که استفاده می‌کنیم بگم و توضیح بدم براتون چی هست و چی نیست. این مسئله رو که ما بهش میگیم همزن دستی، نوشیدنی با یخ شیک میزنیم. این مسئله رو بهش میگم فنرباخچه. فنرباخچه میره توی همزن دستی نوشیدنی رو به این روش وارد گیلاس میکنه. خوشمزه است. عاشق وارش. این مهمترین کارایی توی مجموعه بار اینه. گوشو میریم دیزی سفارش میدیم، سیب زمینی، لوبیا، همش گوشت توش، باید همش گوشت باشه. میکوبونیم گوشو، اما دست هیچ کارایی نداره. این وسیله هیچ کارایی تو بار نداره جز این که مثلا یه یخ بگیره مثلا اینجوری. تمام. تنها کارایی سوت مهمترین. مثلا یکی از اون تصدیقات میکنه که آقا آب میوه منو بزن، سوت میزنه که بیاد آقا آب میوهش حاضره، آب میوه من بده. ها؟ تو آب میوه میخوای؟ دو تا دود رو